او فهمیدم خاله جان خیلی چه زیغ نمیشه یک زیغ میشی و نه که به هر حال منم همین فکر دارم خیلی اوچای دختر دارو نمرده کاخی گفتی همون بابامو هستن نصیب با فکر میکنیم یا فکر میکنیم به هر حال به فکر نمیشه خاله جان خیلی زیغ میشی با کار بود میشه یک نفهمیده شده خاله خودم خطاگی کردم اما کم پیش ده امک جان نه خدا از زیقی پناه دوره مالش خاک نه کارشی دیگه شیر دیگه چی گفته نمیشه امک مالش ما هم کوشش میکنیم که همین مشکلی ها رو پس سر کنیم مال امک جان خیلی از یک کمتر کار دارم با زنگ تو میزنم سلام علیکم. علیکم السلام نازی دودار رحمت که اینجی رحمت نشناختم که نشناختی؟ نه ما ناشناسیم شناس میشه آها ما همجا شتایی بودم یک دو ساعت اختا نگاه کردیستم قریب یک ساعت باری دارم تلفن گپ زدی فقط تابت خیره نمیدونم تیجه خاکم مسئله زندگی شخصی اینم یک کمتر چه؟ کار بی‌قرار شده که برای همین چه به هم ببرو؟ تلفن گپ زدیم اکا ما همین این دانشگاه تمام کردیم 5 سال کار کردیم همساله ما زن دارن 3 تایی فرزند دارن 2 تایی 3 تایی ما نگاه کردیم صبر کردیم کار کردیم اکا کوشش کردیم غیرت کردیم ما را هم زن گرفتیم اکا خیلی نه زنگ گرفته کجا چی نه از بود اکا ما تابت خیره؟ قرض کردیم رفته ای بانک قرض گرفتیم قریب 70,000 سامانی توی کردیم توی بسیار زیبا با دبدبه به گفتی دیگرها آها. یارو رفیقا دوستا رو دعوت کردیم توی گذراندیم مکه زندگی رو آغاز کردیم او یک خیل برادران میگن که نانتی را میشناسم ما هم نان دادیم دعوت کردیم این اکا 2 ماه زندگی کردیم سنک برآمد بر رفت که سنگ بار مادر آه خاک نصیب ده بوده ده که همه شیره نصیب و تقدیر میده بله من برادر یک فکر دارم ده همین دورای ما بسیار دورای خوب بوده ده این دوره شما که چی خوبی داشته که زن نمیگرفتین چی نه دورای ما یکمش که زنه نادیده میگرفتیم زنه ما همین میرفتن واسقالی میکردن میگرفتیم زنه فقط ما در تا چادر زنه میدیدیم تمام بله که درست زندگی خوب بود زندگی تنج بود با میگن خوب اکا همین میگذشت. زن بینی بعد گیری خوبتره ما دیدیم گرفتیم اکا خاک هیچ همین نصیب و تقدیر چیزی باشه همون را میدیده بله دوره شما چی خیلی چه خیلی اکا قرض قوالا کردی ها اوه خرج دوره کردیم ما خیلی نبود ما قرض قوالا را از خیش تبار میکردیم قرض هم میدادیم زن میمون حاضر چی چیش نه قرض میکنی و مردنه قرضدار میشه زن میره و قرض به هستا دودر جان چی خیلی اتاد کنی همجا السلام علیکم سلام علیکم شما نازه اکا اینجا سلامتی نازه کارکاتون خوبه او دخترچه‌تون وجود داره که شدی قهوه کردم نفهمیدین چیه خوبه که سوزین تینجین سلامتی نازه شکرم چی خیلی دودر جان سلام کردی اکا شما نازه سوزین سلامتی خوبه شما تینجی رحمت اکا جان رحمت سلامتی سو شکر اکا جان ما همین مسئله فرزندتون کتی اومدیم اکا تینجی بود آمون بیلال جان کتی
یا پولچو کنیم بعد نه رحمت اکا من میرم من خواستم امی شما را اکا این نزدیک صحبت کنم اکا خیلی کنیم حاضر اکا امی من تلفنش گرفتم اکا این تلفن فرزند شما باور کنه اکا امی یک ماه آخره که چند ساعت درسی که در یک هفته هست این فقط تلفن کدی بازی میکنه خوشش در تلفن کارش با همین تلفن معلم ها شکایت کردن من گفتم من این مسئله را میبینم این همین راستی گفت 2 روز پیش قپیده میشه با تلفن اکا همین تلفن آدم رو همش هم بی‌سواد کردگی بله اگر این درست استفاده بری خوبه اکا جان نه که خیلی که نادرست استفاده بری با فقط بازی و انا تلفنش گرفتم اکا دیرکتر خواهش کرد که ما یک دعوت کنیم شما را ما گفتیم اکا آبرو دارن در نزد دیگران کمتر به حرمتی میشه مقصد اکا از فریادش کننده سوادش بسیار بسیار سسته در سطح پسته پیرود کنم همینجا هسته اکا جان دعوتش عمر جان اما اکا تا پیرود که بیا بچه سوادش بسیار سطح پست ایستادگی اکا بله بله حوزی میسان جیم کو بینیم اکا جان شاگرد خیلی سازی اینجا شین دو جان اینجا شین با سر تو من شین خوبی من گفتم در مکتب که من از پدرت میروم بله کجا دا بودی با انا دیده فوتبال اکا فوتبال هم خوبه ورزش خوبه لیکن آخه هم در ورزش هم من تو را چند بار گفتم که دو در کتاب بخوان که من این آزمونایی که هسته اشتراک کنی مایلش خیلی نشکه در برابر سطح پس بودن علم و معرفت و دانشش با من همین تلفن من گفتم پدر دا میبرم اینو آوردم اکا بچه جان ما تو را گفتیم که تلفن به دست نگی و روزی در روز میگه تلفن بازی کرده شده درس رو یکم چه تیار نمیکنه ها سواد اکا میگه بسود است روزی خودت سواد سازه بچه بابا ما کتابای بدیه میخونم ای شاگرد کتابای بدیه میخونی؟ یک قند دو تزنم آخه میخیزانم درس جواب دادن نمیتونی که؟ خب معلم یاد سی سوالش که یکی بینیم سوالش چیه؟ سواد داره شاگردی عزیز استاد ابو عبدالله رودکی کی بود؟ بگو اگه نه مولوی عبدالرحمن جامی کی بود؟ یه بچه ابوالقاسم فردوسی کی است؟ بگو یکم کپوخی نمیدونم لایق شیرالی کیه؟ نمیدونم نمیدونم اوکی بعد میگه که من سواد دارم خیر اکا جان یک سوال دیگه میتونم من شاگرد گوش کن نه گوش کن سروسی من شو صدرالدین عینی استاد کی است؟ نمیدونم استاد پدر سالتون سوال؟ با تو سوال میتی معلمه مایلش نه اگه عقیده دارم مایلش بخه خنی کیست؟ ها؟ بخه بخه؟ من نمیدونم بخره تخه خه کیست؟ ما کجا میدونم تخه که بخه شوره کیست؟ ما کجا دارم شوری که دو در شاگرد سخه کیست؟ بین نمیشناسم من یارو آخه شاگرد شما جورای من ندارم من اگه جوری شما میدونم کی باشه بود السلام علیکم سلام علیکم همسایه جان شما نازه نازه سوزه تینجی کارو شده سلامتون هنوز خوبه همسایه خدا را شکر شما نازه سوزه تینجی اکا ما هم همسایه نوتونیم اکا یک هم گفتن که گفتن سوزه نخی رحمت تینجی جان اکا چخیله میگن که ایخش تباری دور همسایه درست اکا جان می خونه مهمون اومده چی خدمت کنم ما نه اومدگیم اکا میگم که یک دو دونه پیاز دو دونه کارتشکا میدادین اکا کاتشکا پیو مایل باجون دی مایل یه بارودا رحمت کلان اکا جان رحمت کلان خوش آمدی او خدمتچیت بیا بو همسایه نباید ها بیا میشه آخه کی با کی باشه بیا همسایه بیا با مایم بله شما نرزه اکا جان میشه خدا را شکر همسایه جان لا گپزه همسایه گپزه دو دونه پمیدور و سبزی نداره؟ سبزی پمیدور آه اکا جان این بچه‌ونو دیگه همسایه بچه‌ونو مایل بچه‌ونو دیگه
همسایه ده که کوتاه نمیشه اینه همسایه اینه همین آدمی دارنده ده هیچ ده که جان رحمت کلام شکم نه، شکم نه. ما که یک کم تر زندگی کنیم بوم ای رحمت جان سلامت خوش آمده بیا همسایه بیا خوش آمده هیچ کم نی نه اومده گیده بو کی بود ای بیا همسایه بیا بیا اولا باید رحمت برایم چیزای کاملی زنده باشی ای همه قکافت می سلسله همه سراسیما شدیم اومده روغن نبوده خونه آه به روغنه روغن نبوده مایلم روغنم مایلم میتونی اکا جان حالا یکم ترک نمک هم باشه اکا نمک آه مایلم نمک هم خودش کده مایل میگم من خورم که نمک باید خواهد نمک باز میشه بروزه که ما دست کنیم اینه برادر اینه این نمک اینه این روغن سلامت باشی اکا آباد باشی مو اکا با وان خوش آمدی خوش آمدی همسایه خیرگی همسایه رانیگو وقتی نفهمیدم ایران بچه بیزار کرد کی باشه با یادم یکو کار کردم نموندیسته ای همسایه همسایه جان بوتی ها وای همون چیزی بردم از شما که خای برکه یا یک جان عجیب همین پرف تمپیو سازی هم ماش نمک شکر خوشبو با مزه بوی خوشبو با مزه کرده است نه که یک جان همین مهمونام یک کمتر آدمای خیلی مهمونه عالی قدرن گفتم یک جان اگر همین قد نیم کیلو هم باشه میشه گوشت میدادین یک جان در اوقات میداختم گوش ها یک جان همین چیزایی که خودت میخوایی کو دانو طرف بازار چای انا اونجا برا گرفتن